پاسخ به سوالات هیجان انگیز شما. امیرکتا اینجاست. چطوری تارنیشتای دوزاری من خوش اومد به ویدیو دیگه. اولین ویدیو بعد از فوکینگ واکتور بازی الدن رینگ که تمامش کردیم. اگر ندیدید برید سر بزنید، لینکای اینستاگرام و تلگرام داخل دیسکریپشن هست. به گروه تلگرام سر بزنید، اونجا کلی صحبت می‌کنیم بچه‌ها و دوستتون دارم. عشق وی هستون. بریم سراغ این که جواب بدم به سوالاتتون. قرار بود 2 هفته پیش یه پست گذاشتم تو کامیونیتی پست، گفتم که سوالاتتون ازم بپرسید، چه تو تلگرام، چه تو ناشناس و چه تو کامیونیتی پست خود یوتیوب. چندین نفر سوال پرسیدن، دعوتون هم گرمه. فکر نمی‌کردم حتی اینقدر سوال بپرسید، ولی خب ایول دیگه دعوتون گرمه. بریم سراغ این که ببینیم چه خبره، اصلا سوالات چیاست. خب از اولین سوال شروع می‌کنیم. قرار هست تو آینده واکتور کامل بلسته مثل یک رو بذاریم. محمد جواد از اون پرسیده. اولا محمد جواد اشمنی بوس بهت. ولی راجع به سوالت، ببین چنل من، چنل امیریکتا، اگر بزنی روش اکثرا بچه‌ای که جنین‌ها شاید در جریان نباشه. چنل من به عنوان یک چنل اختصاصی برای واکتورو نیست. من اصلا مخالف این قضیه، یعنی یکی از مخالفای صد این داستان بودم که همیشه آموزش و داستان رو داخل واکتورو بهش بپردازی. چون اینطوری هم که خصوصا آموزش، چون این شکلی که تو مجبور می‌کنی مخاطب تو بیاد 60 ساعت 70 ساعت واکتورو نگاه کنه برای اینکه صرفا آموزش ببینه یه چیزی و قشنگ نیست. توی کامیونیتی انگلیسی اگر برید چک بکنید، نمیدونم چقدر بچه‌ها میرید چک می‌کنید، چندین سال واقعا از ما جلوترن کامیونیتی انگلیسی و میبینید که اوکی اونا دیگه اینجوری نیستن که زر واکتور تولید کنن. یعنی اول آموزششون رو میذارن، خیلی از چنل‌ها این کارو میکنن، خصوصا برای بازی سولز محور که آموزش نیاز داره و کلا بازیایی که آموزش نیاز داره. چنل منم یک چنلیه که نوشتم به دنیای امیریکتا خوش اومدید. لزوما واکتور قرار نیست باشه، بیشتر ترفند آموزش، بیشتر نکات در کنارش واکتور رو اگر نیاز باشه من چیزی برای ارائه داشته باشم، مثل واکتور سکیرو، مثل لایزافی و مثل الدن رینگ که من برای سکیرو و الدن رینگ اعتقاد دارم کاملتر از اونها رو نمیشه ساخت اصلا، مگه اینکه یه نفر واقعا بیاد بتونه کاملتر بسازه، چیزای دیگه ای بگه توش و اینا. و سر اینه که من خب اون واکتور رو ساختم، چون اینطوری بودم که حرفی برای گفتن دارم میتونم بزنم، حالا بدون شوخی و چه میدونم خود گرفتن میگن یه خودشو طرفدار میگیره، نه واقعا من اینطوری بودم اوکی این چیزیه که من میتونم بسازم، جزء سشنم بیام کامل ترین واکتوره. اما در غیر این صورت خب نه، چه دلیلی داره که من هم یه چیزی رو تولید کنم که بقیه تولید کردن. اما همه اینا بستگی داره به خواسته شما، چون من بالاخره برای شما کانتنت تولید میکنم. اگه شما خوشتون نیاد و بخواید که من یه چیزی رو بسازم، خب قاعدتا من اون رو میسازم دیگه. بستگی داره، شاید در آینده سراغش واقعا رفتیم. در حال حاضر من صرفا میخوام خیلی یه ذره آرومتر کار کنم، چون همین الان واکتور الدن رینگ تموم شده و پشتبندش هم قرار تیر DLC الدن رینگ یا شادو ارتیر سراغ اونم بعد بریم. دراگون داگمای 2 رو بعد سراغش بریم. بازی زیاده، به رسمیت خیلی وقت نمیشه براش، ولی سر فرصت چشم. اما بریم سراغ سوال بعدی. بنی عزیز پرسیده، گفته سلام داشتم، خیلی عشقی قربونت برم، تو هم خیلی عشقی، فقط چند سالته؟ من 23 سالمه، میدونم پیرسر را نظر میام، تو رو خدا ننویسید تو کامنت، جدی من افسردگی میگیرم دیگه. یه نفر تو تلگرام ناشناس داده بود بوس بهش، میدونم دلیلش بود، اون شبیه 40 ساله هایی و حالا داشت از تفکر میگفت، ولی خب بازم زیاده بابا، من 23 سالم، بعدا پیر نیستم. حالا سختی زندگی زیاد بوده ولی واقعا جدی اونقدر پیر نیستم. گفته الان تو اهل کجایی؟ من اهل تهرانم، یعنی جدم میخوام حساب کنم، جد بابام میشه اهل همدان، ولی خب ربطی به من نداره چون من با بزرگم، خود بابام تهران بوده و آره دیگه تهران به حساب میاد. الان تو رابطه ای؟ اگر قسمت آخر الدن رینگ رو دیده باشید واکتور رو میدونید که جوابش آره است، به خاطر این من پیش تشکر کردم از پارتنرم و آره تو رابطه هستم تا روزی که منو تحمل بکنه البته. و بوس بهش اگر داره ویدیو رو نگاه میکنه، دوستش هم دارم خیلی. قدت چنده؟ قد من 174 175 و گفته در آخر یه دونه بگو دوستت دارم بنی دمت گرم، دوستت دارم بنی دمت گرم، دمت گرم که البته نه، دمت گرم که البته نه، گفتم دوستت دارم بنی شاینی. میریم سراغ سوال بعدی. گفته که متی ساد، اگر درست گفته باشم، گفته خانواده دوستات اولین بار که ویدیوهاتو دیدن واکنششون چی بود؟ اکچولی چه سوال خوبی. بریم یه ذره دیالوگ کنیم با فامیل. نه راستشو بخوای ببین خیلی خلاصه بخوام بگم، امیر حاجی این داره میتره که یه لحظه بچه‌ها، خب چراغه داشت میسوخت بچه‌ها. آره گفته بودی خانواده و دوستات اولین بار که دیدن واکنششون چی بود. ببین امیریکتا کلا چند دوره زندگی داره که تو هر دوره شخصیت متفاوتی. این شخصیت الان من تو 2 سالیش پیدا نمی‌کنی. دلیل این حرفم چیه؟
چون یه تایمی که من بچه در بودم، با فامیل میرفتیم بیرون، با خانواده میرفتیم بیرون و من یه چیزی دارم، یه چیزی که اتفاقی که سوالاتم بوده که آقا MBTI چیه، من راجع به اون هم توضیح خواهم داد. یکی دیگه هم گفته بود که تو تلگرام پرسیده بودن که اگر آهنگ باشی چه آهنگی هستی، که اونم خواهم گفت. اما حالا چه بر حسب MBTI یا چه هر شخصیتی هر جور حساب بکنی، من آدمیم که خیلی استقلال گرام، اینطوری میگن دیگه، یعنی دوست دارم تکی کارامو ببرم جلو، یا اگر کاری رو میکنم خودم لیدر اون کار باشم نه بقیه. و سر این داستان خب هر چقدر اومدیم جلو، هر چقدر شخصیتم بیشتر شکل گرفت، من خیلی دورتر شدم نسبت به فامیل و هیچ وقت اون صمیمیت نزدیکی رو نسبت به فامیل درک نمی‌کردم و نمی‌کنم. چون این شکلیه که آقا یه رابطه‌ای باید باشه که احترام باشه، دور بودن هم باشه، دوری و دوستی تا حد، و هر چیزی رو آدم واقعا نباید با فامیل در میون بذاره. حالا شاید عقیده بعضی این نباشه، نمیگم درسته یا غلطه، اصلا من دوست دارم من اون رابطه خیلی چی بهش میگن که آقا مثلا تو با یه آشنایی داری صحبت میکنی، اونو من خیلی بیشتر میپسندم. رابطه خیلی نزدیک طرف بخواد دخالت بکنه تو کارت، حالا شاید هم نکنن، من نمیگم آقا فامیل من این شکلی هم دارم، کلی میگم، کلی به صورت خیلی کلی بخواد دخالت بکنه یا بگی چرا این کارو میکنی، اونو من نمیپسندم. چون اصلا شخصیت من جوری هم نیست که بخوام خیلی چیز پاسخ بدم که آقا من اینجوری دوست دارم پاسخ بدم، چه بخوام برسم که وقت بذارم سر این داستان. سر این صحبتام طولانی شد، من واقعا جدا میشم از، یعنی دیگه اون سال همین مسافرت‌ها رو نمیرم، خونه همه نمیرم، چه میدونم مثلا شاید سالی یه بار بلندشم برم و اینا. تصمیم بوده که بالاخره من گرفتم برای زندگی. و آره مثلا فامیل خیلی صحبتی نداشته راجع به این قضیه، اینطوری بودن که داری ویدیو میسازی و این حرفا، چون اصلا میگم اون چیزی رو با من ندارن، شاید با بقیه داشته باشن ولی با من خیلی ندارن و خوشحالم هستم که ندارن، چون که میگم من اصلا نمیپسندم اونو و شاید اصلا اخلاقم عوض بشه، یه نفر بخواد دخالت زیادی بکنه تو کارم. ولی خب اونا هیچ وقت اینجوری نبودن، دمشون هم گرم، واقعا چیز خاصی هم نگفتن، خیلی هم آرزوی موفقیت کردن و اینا. اما راجع به خانواده خب قصه فرق میکنه، چون بالاخره تو موبایلت نمیشه بگی دخالت نکن، چه میکنن در آخر دیگه. و واکنششون این بود که چرا انقدر مثلا بیادبی ویدیوهات. و آره من گفتم من روش صحبت کردنم توی همه جا فرق میکنه، یعنی با فامیل یه جورم، با خانواده‌ام یه جورم، با دوستام یه جورم، با هر جا و هر مکانی که هست من یک کردار و رفتاری دارم و یه گفتار. یعنی ممکنه تو اگه با من خیلی فرند باشی حتی من با تو رفتارم عوض بشه و منظور اینه که دوستانه تر حتی بشه. سر همین داستان بعدش بهشون توضیح دادم که آقا خب داستان این شکلیه، من میخوام با بچهای چنلم داداشونه باشم، رفاقت داشته باشم و از اولم تصمیم گرفته بودم که من این چنل نمیخوام برای زیر سنی 18 سال باشه. اگر زیر سنی 18 سال میاد نگاه میکنه حالا 4 تا چیز میشنوه، دیگه اون مسئولیتش با من واقعا نیست، خودش انتخاب کرده. توی دبیرستان و دبستان اینا هم واقعا این که بگیم نه اینا نیست مسخره، چون هست خودمون بودیم. خلاصه که این چیزی بوده که واکنششون بوده، ولی بعدش عادت کردن، اوکی شدن و همیشه اولش یه گاردی دارن دیگه، چه خانواده چه اگه یه گاردی دارن که داری چیکار می‌کنی، چه غلطی داری می‌کنی، ولی بعدش اوکی میشن دیگه، بعدش توضیح میدی، بعدش میبینن. ولی خب اوکی هم نمی‌شدن، من باز کارامو می‌کردم. اما نفر بعدی امیر با آیدی کلم اسرائیل، اگر درست گفته باشم، شاید هم کالام اسرائیل، نمیدونم واقعا. گفته با بوچر داخل دبویز نسبت خاصی داری؟ نه نسبت خاصی ندارم. این بوچر داخل دبویز هم بچه‌ها داستان داره. من موها اصلا بلند بودین، یه بار گفتم توی لایو درتی اومدم، درتی مایند رفیقم داداشم و بعضی بچه‌ها برگشتن گفتن که آقا خیلی شبیه بوچری و منم اینطوری بودم که جدی، و دیدم که چندین نفری گفتن من موها کوتاه کردم، همه گفتم من اینطوری بودم که خب حل، عکس چنل رو اصلا عوض کردم و دیگه اومدیم جلو. دیگه چیزی که خودتون رو من گذاشتید جدی من خودم نذاشتم. بریم سراغ سوالات بعدی. گفته که تا حالا به کسی تو رابطه خیانت کردی؟ گیم هارد که اسمش هم گیم هارده. تا حالا به کسی تو رابطه خیانت کردی؟ ببین هر کسی که خیانت میکنه ننش قطع به یقین است و به جز منم نداره. من 24 ساعت فرصت دیدم، واقعا خیانت کردن داد مادرت خراب باشه دیگه، تو بخوای خیانت بکنی به کسی، چون میتونی جدا بشی بعد بری دنبال کسابت کاری که میخوای بکنی. و نه، اگر قرار باشه من یه چیز داشته باشم که حداقل نسل ما توش کمه، اون وفاداریه و من اصلا قرار نیست همچین چیزی رو کنار بذارم، حتی اگر بارها آسیب ببینم سرش بازم برام مهم نیست، چون میدونم یه چیزی که درسته دیگه، وفادار باید باشی تو به یه رابطت یا به یک دوستیت یا به رفاقتت. این تنها چیزیه که به نظر من واقعا زیباست. خیانت کردن خیلی باید مادرت خراب باشه.
گفته که تا حالا دادی. سوال پست و شیر دیگه، این یه از اون سوال پست و شیراست. تا حالا دادی؟ نه داداش، قطعا قطع به یقین تو دادی تا حالا این همچین سوالی ورسی قاعدتا ندادی دیگه. این از سوالات یوتیوب، اینایی که بچه‌ها زیر چنل یوتیوب پرسیده بودن. اما داخل تلگرام حتی خیلی سوال پرسیده بودید که دونه دونه بهشون جواب میدم. اول تو چنل، بعدش میریم سراغ ناشناسا، ببینم ناشناسا چی گفتید. خب برسیم سراغ چنل خود تلگرام. بچه‌هایی که زیر اونجا کامنت گذاشتید و سوال پرسیدید. MHD با آیدی مهدی رستمی عزیز پرسیده که یک، بهترین بازی که پلی دادی؟ مهدی سوالت خیلی فوکینگ سخته. بهترین بازی که پلی دادم واقعا نمیدونم. من خیلی بازی میکنم، من خیلی بازی‌ها تجربه کردم تو زندگیم، مطمئنم خیلی تجربه نکردم. من سراغ یه سری بازی قدیمی رفتم که شاید مثلا 20 سال از من بزرگتر اون بازی‌ها رو تجربه کرده بودن. بهترین بازی که پلی دادم واقعا برام سخته، اما میتونم چند تا بازی نام ببرم. الان تو یادم هست، چه میدونم، بلادبورن مثلا واقعا بازی خاطر انگیزیه برای من. سکیرو مثلا بازی خیلی خاطر انگیزیه. الدن رینگ بازی خاطر انگیزیه. بازی زیاده واقعا، خیلی بازی قدیمی تر هستن که اصلا یادم نیست الان. احتمالاً بایوشاک اینفینیت واقعا بازی خیلی خفنی بوده. بهترین بازی نمیتونم انتخاب کنم، واقعا برام خیلی سخته بگم این بهترین بازی بوده که بازی کردم. گوست آف سوشیما رو من خیلی دوست داشتم. گوست آف سوشیما یکی از بهترین بازی زندگی من بوده. قطع به یقین قبل از این دوره هم تو پلی استیشن 1 و پلی استیشن 2، حالا حتی عقب‌تر میکرو، سگا، نمیدونم بازی زیاده که من میتونم نام ببرم از اینکه چقدر بازی خفنی بودن، ولی به عنوان بهترین بازی نمیدونم واقعا که بتونم یه دونه رو فقط نام ببرم. میام چندین تا بازی. بلادبورن شاید بتونی از من بپذیری حالا در این خصوص. سوال دوم اینه که یوتیوبر مورد علاقه است هم تو ایرانی هم تو خارجی کیاست؟ ببین تو یوتیوبرای ایرانی خب من رفیقم و قاعدتا من اینجا بگم دیرتی مایند رو باید بگم، اما اینکه خودم خیلی نگاه میکنم و خیلی خودم دوستش دارم، نریمان کیوپید برای دوتا 2 اکچولی شاید پشماتون بریزه بگی اصلا تو فوکینگ مثلا سولز میسازی و اینا، ولی نه، من واقعا نریمان خیلی دوست دارم. باشم چند بار صحبت کردم، خیلی بچه گلیه واقعا نریمان، اون دوست دارم. در حال حاضر پیمان الاغ پرنده رو دنبال میکنم، به نظرم کانتنت‌های خوبیه برای دوتا 2. و امید لنون از قبل میشناختمش و از قبل دنبالش میکردم. سر بازی سولز جزو اولین نفرایی بود که واقعا تخصصیش واکتور درست میکرد برای این داستان و دیگه همینا رو من خیلی دنبال میکنم. اونجوری کسی نیست که بخوام بگم با خیلی مورد علاقمه. با احترام به همه کسایی که هستن و این ویدیو رو نگاه میکنن، اینا رو من خیلی بیشتر ویدیوشون رو دیدم، خصوصا نریمان و پیمان. بعدم گفته بود تو خارجی واتی ویدیا یوتیوبر مورد علاقه. اینو میتونم قطع به یقین بگم، واتی ویدیا یکی از یوتیوبرهای مورد علاقه منه. سل و هستن چند نفری هستن که واقعا کانتنت های خیلی خوبی تولید میکنن. کلا تو خارجی زیاد میتونم نام ببرم. مورد علاقه تو ایران علیرضا به نظر من خیلی، من علیرضا خودش دوست دارم، خیلی شاید کانتنتاشو دنبال نکنم ولی خود شخصیتش خیلی دوست دارم. سوال سوم، بین کانتنت کریتورهای سولزی ایرانی کدوم بهتره؟ قطع به یقین خودم. سوال چهارم، فیلم و سریال. میدونم یه ذره خودخواهانه بود ولی خب دیگه داداش بالاخره دیگه باید یه چیزی رو باید فلکس کنم دیگه. فیلم و سریال انیمه مورد علاقت. ببین بذار من سوال سومتو بگم. خوب داری ولی بهترین رو نمیتونم انتخاب کنم. بگم بهتر چی بهتره و اینا. از بین اونا من امیدو بیشتر دنبال کردم، با اینکه میگم کانتنتش ادیت نمیخوره، مشکلات خودشو داره، ولی خب من بیشتر دنبال کردم. فیلم و سریال و انیمه مورد علاقه. اوه چه سوالای سختی پرسیدی مهدی. انیمه مورد علاقه سایلنت وایس یکی از انیمه‌های به شدت مورد علاقه منه، 5 سانتی متر پر سکند یکی از انیمه‌های به شدت مورد علاقه منه، 5 سانتی متر پر سکند به علاوه یورنیم. این دو تا رو باید با یورنیم یاره این دو تا رو باید با هم دیگه نگاه کنید تا متوجه کانسپت داستان بشید. یکی میگه که عشق زمان مکان نمیشناسه، یکی میگه عشق کاملا زمان مکان میشناسه، جفتشون از یک کارگردانه. اینا انیمه مورد علاقه. سریالی بخوام بگم خب اتک اون تایتان من خیلی دوست داشتم تا موقعی که آخرش اومد در رید. من مانگاشو خونده بودم و امیدوار بودم که اون اتفاقا نیفته که افتاد. بعد جوجوتسو کایزن رو خیلی دوست دارم. انیمه مورد علاقه زیاد دارم. تو سریالی خیلیه، تو سینمایی هم خب اینا از اسپریت دوی و اینا. من انیمه زیاد دیدم. واقعا تو زندگی من انیمه خیلی نگاه کردم. فیلم و سریال من به شدت گیم اف ترونز رو دوست داشتم تا فصل 5 و رید. من کتاباشم دارم، خب کتاباشم خوندم، خیلی طبیعیه که سریالش هم دوست داشته باشم. اما اینکه بگم یه سریالی که دوباره بشم نگاه کنم، قطع به یقین بوجک هورسمن. من دوباره بوجک هورسمن رو نگاه کردم تو فیلم. اما تو فیلم ها من چیزو دوست داشتم، اینسپشن رو خیلی دوست داشتم. واقعا جزو فیلمایی بود که وقتی نگاه کردم حال کردم باهاش. از اون اینترستلر از نولان، ولی من با اینسپشن خیلی حال کردم.
پرسایت هم دوست داشتم، انگل. اینا چیزایی که الان تو ذهنم ها. مثلا بگم بهترین فیلم واقعا گادفادر 2 مثلا، یکی از اون فیلمایی که من خیلی باحال حال کردم و فیلم زیاده واقعا. بریم سراغ سوال بعدی. زل پرسیده که عکس ینیفر جون عشق منه، گفته فریده یا نیملس کینگ یا گیل. فریده کیه؟ چرا گفتم فریده؟ بین اینا گفته که کدوم انتخاب میکنه؟ قطع به یقین نیملس کینگ. نه از نظر فایتی، از نظر فایتی قطع به یقین گیل، اما از نظر اون کانسپت گیل هم خیلی خوبه. سیستر فریده هم خیلی خوبه، همشون خوبن. لعنت گیل به نظرم انتخاب منطقی تریه. نیملس رو خودم خیلی دوست دارم ولی گیل به نظرم از بین این سه تا بهتره. من یا الدن رینگ؟ دهنت سرویس زحمت، معلومه که تو الدن رینگ. Emotional damage. تحصیلات چیه؟ پشیمونی ازش؟ اگه پشیمونی، اگه به عقب برمیگشتی چه رشته‌ای میخوندی؟ حسام گفته تحصیلاتم من لیسانس مهندسی کامپیوتر به حساب میام، یعنی دیگه دانشگاهم داره تموم میشه همین ترم. پشیمونی ازش؟ نه پشیمون نیستم، من از هیچ کاری تو زندگی پشیمون نیستم. چون ببین آدمی که الان هستم، شاید تکراری همه بهتون گفته باشم، آدمی که الان هستم نتیجه تحصیلاتی که تو گذشته گرفتم. آدمی که الان هستم رو دوست دارم. امیر یکتای الان رو خیلی بیشتر از امیر یکتای بچه شب گذشته دوست دارم. من هنوزم اون شخصیت رو دارم. میگه همون رپر قدیمی زنده است، واقعا اون شخصیت قدیمی رو دارم که خیلی عصبانی، خیلی میپره، اون همون تو هست واقعا، دیدید گهگداری. ولی نه پشیمون نیستم، چون کسی که الان هستم بذاره آروم‌تره، یه ذره چیل‌تره، منطقی‌تره و خیلی بزرگتر شده. سر این داستان نه پشیمون نیستم. بر اساس سنم واقعا بزرگتر شدم، اتفاقات خیلی بدی تو زندگیم افتاد ولی باعث شد که من بزرگتر بشم. از پشیمون نیستم، چون دانشگاه رفتن خیلی چیزا به من یاد داد. خود دانشگاه نه اتفاقاتی که افتاد توش. اگه پشیمونی که برمیگشتی چه رشته‌ای می‌خوندی؟ اگه برمیگشتم شاید روانشناسی. این سوالی میتونم جواب بدم چون من خیلی علاقه به روانشناسی دارم و خیلی مطالعه کردم راجبش. خب خودم مثلا فریلنس رفتم یاد گرفتم سه چیزا. سر این آره شاید روانشناسی می‌خوندم ولی نه، بازم احتمالاً همین مسیر رو میومدم. میرسیم سراغ بعدی. سهیل فرمانی عزیزم که میشناسمش، اتفاقا کامنت برام میذاش، بوس بدم اینجا. گفته نظر شخصی راجع به هوملندر. نظر شخصی راجع به هوملندر. ببین هوملندر یه شخصی دوست داره که دوستش داشته باشن. این از نظر سایکولوژی خیلی شخصیت میشه بررسی کرد. این آدمو ما زیاد تو دور و بر اون داریم. آدمی که میتونه خطرناک باشه برای آدمای اطرافش ولی در بطن داستان فقط یک بچه است که آسیب دیده. هوملندر هم یه بچه است که آسیب دیده. اگر نبود د بویز هیچ وقت انقدر معروف نمیشد. اگر نبود د بویز انقدر قشنگ نبود اصلا. و به نظرم ستون اصلی اون سریال هوملندر، حتی نه بوچر. و من هوملندر خیلی دوست دارم و بازی چیز آنتونیم که فوق‌العاده است توش. واقعا میگم خفن ترین شخصیت کل د بویز برای من واقعا هوملندر، با اینکه خودم خیلی یه عکس فوکینگ چنلم بوچره، اونم بیشتر بخاطر خودم. ولی خب به هر حال قد چنده خیلی مهم داشت. موقع با ازدواج کنیم اگه خیلی مهم. قدم 1.74 1.75. چرترین باز از نظر طراحی دمیج و میزان جون در ساخت‌های فرانسافت از نظر تو. چرترین باز از نظر طراحی دمیج و میزان جون. طراحی خیلی ساده، میدیر از نظر دمیج و میزان جون واقعا کسوشه، یعنی الکی سخته. ولی طراحیش خب خیلی خفنه. خود باسم به خودی خود باس قوی، یعنی شاید دیدگاه من یه دیدگاه باشه که همه دوست نداشته باشن ولی میدیر واقعا دمیج و جون زیادی داره، بی خودی هم داره. اما چرترین باس از نظر طراحی واقعا زیاده. بازای چرت تو بازی فرانسه زیاده. آخه طراحیاشو خوبه، مثلا چه رای کارت باس کسوشریه تو الدن رینگ ولی طراحیش خوبه. مثلا چه میدونم طراحیش خوبه، داستانش خوبه، صرفا جونو مثلا دمیج بی خودی داره. دمیج هم نمیده تازه رای کارت، فقط جونش زیاده. اونم تازه یه اسلحه میگیری که کلا کنسل میکنه. نمیدونم آجی باس زیاده واقعا. از بین همه این باسو بخوام بررسی کنم خیلی سخت. و در آخر بیشترین مرگت به کدام باس بوده تو ساخت‌های فرانسافت؟ قطع به یقین اول فادر. من چندین ساعت داشتم تلاش می‌کردم اون بیناموس رو بزنم. اول فادر به نظر من جزو چرتری باس است. چرتری باس از نظر طراحی فرقی یواش یاد آمد. هیترد داخل سکیرو به نظرم کسوشرترین باس طراحی شده توسط فرانسافت. حتی یک بارم من حاضر نیستم اون باس مبارزه بکنم. جزء بدترین باسای بازی به نظر من. الان یادم اومد یهو
و در آخر بیشتر مرگت به کدام باس بوده؟ به اول فادر اینرش، نه خود اول فادر اینره. اول فادر اون که یه خیلی کس و شعر بود که بهتام ست شورا رو میداد. بیشتر علی پرسیده بیشتر با دنیای الدن حال میکنی یا دارک سول؟ دنیای الدن قطع به یقین. تو سینما و سریال هم بگو بیشتر مثلا با کدوم یونیورس حال میکنی. ببین یونیورس که داری میگی منظورت مارولیناست، چون یونیورس اونجا فقط معنی داره آخر. یونیورس دی سی مثلا یا مارول، من دی سی رو خیلی دوست دارم بیشتر از مارول، اما سریال ها و فیلم های مارول قوی تره، این حقیقته. اما خود یونیورس، من یونیورس دی سی رو خیلی بیشتر دوست دارم. نمیدونم الان دیره یا نه بپرسم. چیز پرسیده، پرسیده میشه آر گفته که میشه داره، گفته که میخوای بعد واکتور الدن چیکار کنی؟ یه واکتور دیگه بذاری یا کانتنت سولز باقی بمونه اما واکتور نباشه، یا کلا کانتنت دیگه سولز نباشه؟ ببین اینو اول این ویدیو هم جواب دادم، گفتم چنل من روی کردش چیه، ترفند آموزش، ویدیوهای دیگه دارم، کلا خیلی واکتور نیست. و بعد از الدن سراغ خود الدن قراره بریم. تیر شادو ارتیری میاد، بعدش قاعدتا بازیای دیگه هست، چه میدونم بازیایی مثل فوکینگ دراگون داگمای 2 هست، خیلی بازی هست که باید سراغش بریم. آره نه کانتنت هست، اینجوری نیست که مثلا کلا کانتنت سولز نسازم، قطع به یقین کانتنت سولز میسازم. راجب این پرسیده بود یکی، اینو اینجا بگم نمیدونم کامنتت کجاست، پرسیده بود که میری سراغ سولز یا نه. باید ببینم، اینو اونجا هم گفتم، باید ببینم که آیا من چیزی برای ارائه دارم که بقیه ارائه نکرده باشن. قطع به یقین میریم ترفند آموزش رو میسازیم، کلی کار میکنیم. در حال حاضر شاید نه، در حال حاضر بازم چیزای مهمتری وجود داره. بوس بهتون. اینا تمام سوالاتی بود که تو تلگرام پرسیدید. یه سری سوال هم توی ناشناس پرسیدید که من باید به این سوالا هم جواب بدم. نظرت راجع به زندگی پس از مرگ چیه؟ چه سوالی پرسیدی؟ ناشناس پرسیدی، هر کی پرسیدی دمت گرم. ببین نظرم راجع به زندگی پس از مرگ تأثیری تو زندگیت داره؟ اینکه تو بدون یک دنیا اونور، اگه واقعا تأثیر داره، اگه واقعا باعث شده بهتری باشی، که من خودم قبول ندارم، یعنی اگه تو باید انتخاب کنی آدم بهتری باشی به خاطر اینکه میدونی یه جایی هست که ممکنه کونت بذارن، و خیلی کس و شر این قضیه. اما من خیلی روش بخوام بگم، واقعا انسان موجود ترسویی. کلا به نظر من انسان ترسوترین موجود رو کره زمینه، چون همه موجودات میان زندگی میکنن میرن. یه نفر تو این موجودات نیست که بیاد صحبت کنه راجع به این که آیا ما یک زندگی داریم که بعد از مرگ بریم و این حرفا. فقط انسانه که از این حرفا میزنه که داداش ببری به خود برمیگردیم میریم یه دنیای دیگه. چرا؟ چون میترسه از اینکه آقا کلا تموم بشی. کلا همینه، چیز دیگه واقعا وجود نداره و ماهیت زندگی همینقدر کس و شره. به عنوان یک برنامه‌نویس، به عنوان کسی که کد میزنه، برام خیلی ساده تره که من قبول نکنم که آقا زندگی پس از مرگ وجود نداره، همین دنیاست. اصلا خیلی چیزا رو من خیلی راحت میتونم با همون برنامه‌نویسی بگم وجود نداره. چرا؟ چون ماهیت برنامه‌نویسی ساخت یه دنیاست و مثلا اینکه میگن طرف میگه نظم این دنیا رو ببین و اینا، به عنوان برنامه‌نویس میگم داره کس، چون من این نظم این دنیا رو بهتر میتونم برای برنامه‌نویسی کنم. ردت نظمش تو این دنیا بیشتره، میدونی ردت نظمش از این دنیا بیشتره. اما احترام میذارم به هر چیزی که اصل و اینا. نظر خودم رو پرسیدی، بخوام بگم تأثیر تو زندگی من نداره. من تا اینجای زندگیم بدون اعتقاد به هیچ کدوم از اینا اومدم جلو و همه چیزام که چیز اتفاق عجیب غریبی نیفتاد، اتفاق بدی هم افتاده، دلیل داشته، برهان داشته. به نظر من هیچ چیزی اینطوری نیست که تو بگی که داداش خب باید حتما یه چیزی باشه. نه، زندگیه دیگه. ولی خب باز احترام میذارم برای هر کسی که هر نظری داره. رنکینگ سولزبورن خودتو بگو. من خیلی آنلاین بازی نکردم سولز. من بلادبورن آنلاین بازی کردم و دارک سولز 2. فقط این دو تا بازی رو آنلاین بازی کردم. الدن رینگ هم اونها بازی نکردم. بلادبورن تو لیگ فکر کنم 270 خورده‌ای بودم تا جایی که یادمه. من بلادبورن خیلی بازی کردم. دارک سولز 2 هم نمیدونم چند بودم، واقعا خیلی پایین‌تر بودم. 1000 نمیدونم چیزی بودم فکر می‌کنم، چون اونم اونقدر بازی نکردم. ولی یادم بلادبورن رتبه همین 200 خورده‌ای بود که الان قطعاً این نیست، چون خیلی ساله که بازی نکردم. ولی اون موقع این بود چون من هر روز بازی می‌کردم دیگه. و گفته بچه کجای تهرانی؟ بچه پیروزی هم من. عشق بر پیروزی‌ها، بوس بهتون. گفته اکسد یا نکسد؟ اینا همه رو یه نفر پرسیده چون خیلی تیپ سوال پرسیدن یکسان. اکسد یا نکسد؟ سوال کوسوشری قطع به یقین پارتنرم. سر اینکه اصلا داداش اکسد تو اگر می‌خواستی انتخاب بکنی که اکسد نبود. خیلی واضح بخوام بهت بگم. و گفته هدفت از زندگی چیه؟ هدف من از زندگی ساخت یک خونه، زندگی در کنار پارتنرم و آرامش. آرامش داشتن، یک زندگی خوب دیگه که چیزی رو اگر خواستم بتونم فراهم کنم، اگر خانواده‌ام خواست بتونم فراهم کنم. همین، واقعا چیز زیادی از زندگی نمیخوام.
خیلی قبلا خیلی آرزوهای عجیب و غریب بزرگی داشتم، ولی در حال حاضر واقعا به نظر آرامش مهمترین چیزیه که آدم میتونه بهش برسه. یه خونه زندگی کوچولو، یه خونه با آرامش کنار همسرت، کنار هر کسی، به نظر قشنگ‌ترین چیزیه که میتونی داشته باشی. و سوال آخر که طبق معمول اگر نبود شک می‌کردم، 3 داشتی دیالوگ اول دارک سولز 3 اون پیرزنه میگه، جوابش اینطوری بدم به دوستتون اشکانید. دوستتون دارم، درتون گرم بچه‌ها که سوالی نپرسیدید دوباره میذاریم. حالا کسی که سوالی داشتون رفته بپرسن دوباره قطعا ویدیو میذارم. اگر سوالی داشتید و اینا راجع به چنل، راجع به خودم، راجع به هر چیزی، دوستتون دارم. مراقب خودتون خیلی باشید. عشق من این تا یه ویدیوی دیگه که قراره زود بیاد تو چونتون، مراقبت کنید و فعلا.